سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت همه شما مخاطبان عزیز و گرامی. در قدم اول دهمین سالیاد جاودانه شدن شهدای همیشه جاوید جنبش روشنایی را گرامی می‌داریم. یاد و خاطره همه آن شهدای سربلند و سرافراز گرامی باد. هرچند واقعیتش نمیخواستم که ویدیوی در 2 اسد ضبط بکنم و در واقع مستقیما صحبتی داشته باشم در این زمینه، اما برخورد یک عده و در واقع کنایه ها و بی احترامی هایی که از برخی ها دیدیم که اینها از بدو خلق فاجعه 2 اسد تا کنون همواره بی احترامی کردند و در واقع داعیه شهدای جنبش روشنایی و در واقع مبارزه اینها را به یک نحوی نادیده گرفتن و حتی فراتر از آن گذاشتن و دست به توهین و اهانت نیز زدند. در قدم اول میخواستم چند تا نکته را ضمن این که مجددا سالیاد شهدای همیشه جاوید جنبش روشنایی را خدمت خانواده های داغدار شهدا و همه عدالت خواهان تسلیت عرض بکنم. چند تا نکته را میخواستم یادآور شوم. در قدم اول مسئله داعیه جنبش روشنایی بود که قطعا یک داعیه انسانی برحق و در واقع افغانستان شمول بود و او هم مشخصا در رابطه با تغییر مسیر لین برق 500 کیلوولت بود که مطابق ماستر پلان برق کشور و مطابق مشوره هایی که شرکت مشورتی فشنر آلمانی داده بود باید این پروژه از مسیر بامیان میدان وردک عبور میکرد. اما وقتی سران حکومت وحدت ملی یعنی سران ارگ و سپیدار آقای عبدالله و غنی وقتی متوجه شدند که در واقع با عبور این لاین برق هزارها هم از نعمت برق مستفید میشن و ممکن با راه اندازی معدن آهن حاجی گک در بامیان ممکن اقتصاد انسان هزارها هم متحول شود. خب متاسفانه در افغانستان نگاه به گونه هست که باید هزارها محروم نگه داشته شوند. در واقع همچنان انسان هزاره یعنی انسانی فقیر و ضعیف هزاره در واقع به نفع حاکمان افغانستان هست. اگر انسان هزاره از فقر و تنگدستی و ستم رهایی پیدا کند، اینها متاسفانه او را یک خطر و تهدید برای افغانستان میدانند. از این نقطه نظر در یک تفاهم کاملا آشکار با همدیگه تصمیم گرفتن که مسیر این پروژه حیاتی برای افغانستان را تغییر بدن و حتی با قیمت محروم نگه داشتن همه مردم افغانستان از برق دائمی و از ثبات اقتصادی دست به این کار زدن. خب بالاخره انسان های آگاه و دردمندی که در واقع در پی یک مصداق بارز بی‌عدالتی و تبعیض بودن، در واقع این تغییر مسیر لاین یک سند بسیار آشکار مبنی بر وجود ستم چند لایه علیه انسان هزاره بود و بالاخره ما دیدیم که جنبش روشنایی شکل گرفت و تظاهرات های بسیار بزرگ و خوبی را ما به راه انداختیم. ما در 27 ثور تظاهرات میلیونی به راه انداختیم که در واقع تقریبا میشه گفت که بدون هیچ مبالغه در منطقه و حتی در جهان بی‌نظیر بود، به دلیل اینکه 1,000,000 انسان، شاید هم بیشتر از 1,000,000 انسان به جاده ها ریختند بدون اینکه کوچکترین آسیبی به کسی برسه. اینها با پلیس و نیروهای امنیتی گل اهدا کردند و پس از ختم تظاهرات هم جاده ها را پاک کردند. و در 2 اسد متاسفانه از لحظه ای که سران ارگ و سپیدار مطمئن شدند که در واقع تظاهرات نامحدود ادامه خواهد داشت و در واقع عدالت خواهان جنبش روشنایی در جاده ها ماندنی میشن، با استفاده از تروریستانی که تا 2 روز قبل از 2 اسد اونها در یک از ریاست های امنیت ملی زندانی بودن، با استفاده از تروریست های دست داشته خود در واقع زمینه را هموار کردن برای خلق یک تراژدی و یک خلق یک فاجعه بسیار بزرگی که در واقع یعنی خلق فاجعه 2 اسد نفع سیاسیش از هر نقطه نظر متوجه حکومت وحدت ملی بود. در واقع با خلق فاجعه 2 اسد بساط اعتراضات مدنی را در واقع از تمام افغانستان به یک نحو چیدند و پس از او هر اعتراضی که
در افغانستان به مقیاس بزرگش اگر شکل گرفت بدون هزینه نبود و در واقع تحت نام داعش خودشان با استفاده از تروریست های دست داشته خودشان به سراغ معترضین می رفتند و در واقع بساط اعتراضات را به یک نحوی برمی‌چیدند. متاسفانه یک عده افراد و اشخاصی که از درون هزاره ها به یک نحوی حالا یا همکاری داشتند با نهادهای ارگ و سپیدار و یا هم در واقع از روی غرض و مرضی که در قبال جنبش روشنایی داشتند از بدو خلق فاجعه دوم اسد همه تقصیرها را انداختن به گردن جنبش روشنایی و این روزها هم می‌بینیم که دوباره همینها مسئله را مطرح میکنن و در مسئله امنیت را مطرح میکنن. خب ببینید دوستان عزیز، همه شما بهتر میدانید که مسئولیت تأمین امنیت بر عهده نیروهای امنیتی هست، بر عهده یک دولت هست. جنبش روشنایی کار که متوجه جنبش روشنایی بود در واقع گرفتن جواز بود و ما با داشتن جواز رفتیم تظاهرات کردیم و این حق انسانی ما بود و ما به عنوان شهروندان افغانستان حق داشتیم که در واقع برای تأمین عدالت و برای خواستن حق خود اعتراض بکنیم. ولی سران حکومت به خصوص آقای غنی و عبدالله به جای اینکه به خواسته بر حق مردم افغانستان، به خواسته بر حق جنبش روشنایی تن بدن، متاسفانه تروریست ها را فرستادن به ده زنگ و در واقع باعث خلق آن تراژدی شد که در واقع 86 انسان فرهیخته شهید و بیشتر از 400 انسان دیگر هم مجروح شدند. فقط خواستم که یک نکته را در آخر یادآوری کنم که با آن این که ببینید همونطوری که نوع نگاه در افغانستان از بالا به پایین هست و در واقع متاسفانه به دلیل ستم‌های مضاعفی که علیه انسان هزاره بوده به یک نحوی نگاه بالا و پایین وجود دارد. حتی در روایت رنج انسان هزاره هم همین توقع وجود داره متاسفانه. همون رقم که آقای میران هم در آخرین پست فیسبوکی خودش بسیار به وضوح توضیح داده بود این مسئله را که در واقع توقع دیگران از انسان هزاره این است که رنج خودش را، از درد خودش را و مصیبتی که بر انسان هزاره روا داشته میشه اینا باید به گونه روایت بکنن که مطابق میل حاکمان و مطابق میل دیگران باشه. اینها حتی روایت رنج انسان هزاره را هم بر نمیتابند. به همین دلیل است که ما در روزها آنچه که درباره شهدا می نویسم صرفا او به دلیل درد هست که من با خودم حمل میکنم و به دلیل اینکه من شخصا نمیتونم بیشتر از این کار انجام بدم، مسئولیت انسانی خود میدانم که در واقع یک یاد بکنم از شهدا. اما متاسفانه حتی همین روایت بسیار اندکی از رنج انسان هزاره و در واقع آنچه که در دوم اسد اتفاق افتاد اون رو هم بر نمیتابند و میآیند در واقع به احترامی میکنن به شهدای جنبش روشنایی. ببینید شما این روزها شاید پست های فیسبوکی مرا خوانده باشید، ببینید چقدر انسان های فرهیخته و با سواد و تحصیل کرده در قالب جنبش روشنایی به جاده ها آمده بودن و خواستار تأمین عدالت و برابری بودن. میآیند خب از واژه های استفاده میکنن که در واقع کسر شأن است برای شهدای جنبش روشنایی. من فکر میکنم که مقصر و مسئول درجه یک و درجه آخرش، این از هر نقطه نظر دولت افغانستان مسئول تامین امنیت بود و از هر نقطه نظرش باید اونها باید به خواسته و داعیه جنبش روشنایی تن میدادن برای اینکه با احترام گذاشتن به شهروندان خودش یک دولت خوبتر و بهتر میتونه که زمینه ثبات خودش را یعنی در واقع زمینه بقای خودش را بهتر فراهم بکنه. حکومت وحدت ملی چون به خواسته مردمش، به خواسته شهروندانش احترام نگذاشت، ما امروز می‌بینیم که هیچ آثاری از اون حکومت وجود نداره و امروز تمامیت یک کشور به دست گروه‌های تروریستی افتاده و متاسفانه یک عده آدم‌ها در حال حاضر یعنی ترجیح میدهند که تحت حاکمیت یک گروه تروریستی زندگی بکنن، اما هنوز هم یعنی به یک جنبش مدنی مثل جنبش روشنایی هم اینا حق قائل نیستن که برای تأمین برابری، برای خواستار حق برابری شهروندی خودشان به جاده ها بریزن و اعتراض بکنن. من واقعا متاسف هستم که هنوز هم ما چنین نگاهی داریم و در واقع یعنی به یک نحوی
خواستار این هستیم که یک عده آدم ها حتی در روایت رنج و درد خودش هم به یک نحوی باید خود تحقیری، خود کمتربینی را لحاظ بکنن و متاسفانه که چنین دیدگاهی و چنین نگاهی قطعا مانع شکلگیری یک افغانستان باثبات هست و تا زمانی که ما به برابری حقوق شهروندی احترام قائل نشویم و این نکته را به رسمیت نشناسیم، فکر میکنم که ما هیچگاه نمیتونیم که زمینه و بستری را برای یک افغانستان آباد و آزاد فراهم بکنیم. خب در اخیر از دوستان معذرت میخوایم که یک مقدار ویدیو طولانی شد، هرچند من نمیخواستم که در این رابطه صحبتی داشته باشم، اما یک عده مجبور کردن که این ویدیو رو ضبط بکنم و خدمت شما عزیزان ارائه بکنم. در اخیر باز هم دهمین سالیاد شهدای همیشه جاوید جنبش روشنایی را گرامی می‌داریم و امیدوار هستم که یک روز شاهد تحقق آرزوها و خواسته های آن شهدای همیشه جاوید باشیم. تا درود دیگر، بدرود.